بنده خودم باز یه عادتی دارم، بازم خدمتتون عرض میکنم، کتاب که میخوندم برخی از اوقات اگر به مطلب جالبی میرسم کتابو ول میکردم، درست مثل کسی که دستش سوخته، هیچ یادم نمیره. یکی دو سه ماهی با یه عده از دوستان بحثی داشتیم درباره اینکه در جهان و در طبیعت عدل هست یا نیست، چون برخی این باور رو دارن که از این دست بدی از اون دست بگیری و ما جایی وارد بحثش نمیخوام. بنده هرچی نگاه میکردم این رو دیدم. در یک کتابی که برای من مهم بود یه جمله دیدم: طبیعت به قانون ظلم حرکت مینماید. من کتابو ول کردم و بعد که دنبالش رفتم دیدم بله، 2/3 حیوانات برای یک روز زندگی باید یه حیوان دیگر رو بکشن و در دنیایی که 2/3 موجودات برای یک روز زندگی باید یه حیوان دیگه بمیره، صحبت از عدل معلوم نفهمیدن جهانی. بنابراین طبیعت قانونش قانون ظلمه. تنها انسانه که میتونه عادلانه عمل کنه و باید عادلانه عمل کنه. این تنها صفت و امتیاز من شماست به خاطر آزادی که داریم. ولی اگر در بند طبیعت بمونیم ما به همون اندازه ظالمیم که بقیه موجودات به دلیل اجبارشون ظالم هستن.